بحث در مورد انواع روزه و زمان نیت روزه. انواع روزه. روزه در کل به 6 نوع تقسیم می شود که عبارتند از 1. روزه فرض 2. روزه واجب 3. روزه سنت مسنون 4. روزه مندوب یا مستحب 5. روزه مکروه و 6. روزه حرام. 1. روزه فرض. روزه ماه رمضان. غیر از این هیچ روزه‌ای در سال وجود ندارد. 2. روزه واجب. الف. قضای روز نفل که پس از شروع کردن فاسد شده باشد. ب. روزه نظر. روزه‌های کفاره مختلف. در صورت‌های زیر گرفتن روزه کفاره الزامی است. 1. باطل کردن عمدی روزه در ماه رمضان بدون دلیل. 2. همبستری عمدی با همسر در روز ماه رمضان. 3. زهار کردن. 4. شکستن قسم. 5. ارتکاب عمل ممنوع در حالت احرام. 6. قتل خطایی شخصی یا انجام کاری که از نظر شرعی در این حکم قرار می‌گیرد. 3. روزه سنت مسنون. روزه گرفتن در روز عاشورا یعنی 10 محرم و همراه با آن روزه گرفتن در 9 یا 11 محرم. 4. روزه مندوب یا مستحب. الف. 3 روز روزه گرفتن در هر ماه عربی. ب. روزه ایام بیز یعنی روزه گرفتن در تاریخ‌های 13، 14 و 15 هر ماه عربی. ج. روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته. 6 روز روزه گرفتن در هر روزی از ماه شوال. ه. روزه گرفتن در روز عرفه یعنی 9 ذی الحجه برای کسانی که حاجی نیستند. و روزه حضرت داود علیه السلام. آن این است که 1 روز روزه بگیرد و 1 روز افطار کند. این بهترین روز نفل است و نزد خداوند متعال بسیار محبوب است. 5. روزه مکروه. الف. روزه عاشورا. اگر فقط در این روز روزه بگیرد یعنی در تاریخ 9 یا 11 روزه نگیرد. ب. روز شنبه. اگر فقط در روز شنبه روزه بگیرد. ج. روزه وصال. آن این است که پس از غروب آفتاب بدون هیچ گونه افطاری روز بعد را به روز قبل متصل کند. 6. روزه حرام. الف. روز عید فطر. ب. روز عید اضحی. روز ایام تشریق یعنی روزه گرفتن در تاریخ‌های 11، 12 و 13 ذی الحجه. زمان نیت روزه. بدون نیت روزه صحیح نمی شود. جایگاه نیت قلب است. اگر از شب تا پیش از نیمه روز بعد در هر زمانی نیت کند، روزه‌های زیر صحیح می باشد. 1. روزه رمضان. 2. روزه نظر که روز و تاریخ آن معین باشد. 3. روزه نفل. با نیت روزه گرفتن و نیت روزه نفل، روزه رمضان صحیح می شود یعنی بدون تعیین کردن فرض یا نفل. با نیت روزه گرفتن و نیت روزه نفل، روز نظر با روز و تاریخ معین صحیح می شود یعنی بدون تعیین اینکه نفل است یا نظر. فقط با نیت روزه گرفتن و با نیت روزه نفل صحیح می شود بدون نیاز به تعیین. شرط بودن تعیین نیت و نیت کردن در شب. این نوع روزه ها عبارتند از الف.
در مورد قضای روزه رمضان. در مورد روز کفاره. ج. در قضای قضای روز نفل که پس از گرفتن آن را باطل کرده است. د. در مورد روزه نظری که روز و تاریخ آن معین نیست.